سخنگوی ارتش اسرائیل رسما گفته جهاد اسلامی فلسطین بیمارستان المعمدانی شلیک کرد. این دفعه اولی نیست که اسرائیل مکانهای غیر نظامی و مردم عادی رو میزنه. چند تا نکته: یک، اسرائیل چندین بار دستور به تخلیه بیمارستانهای غزه رو داده بود، یعنی خیلی روشن بیمارستانا رو تهدید کرده بود. اصلا اسرائیل دستور تخلیه کل غزه رو داده بود، گفته بود برید مصر یا هر جای دیگه. دو، اسرائیلی‌ها تو ساعت‌های اولیه نسبت به این اتفاق واکنش ضد و نقیض نشون دادن. اولش گفتن که داخل بیمارستان محل نگهداری موشک بوده، بعدش گفتن یه مرکز موشک کنار بیمارستان بوده، زدین بخوره به اون اشتباها خورده بیمارستان، بعدش گفتن اصلا زیر بیمارستان تونل بوده، آخرش هم گفتن اصلا کار ما نبوده. سه، کل خبرنگار و فیلمبردار تو غزه از این فاجعه تصویر منتشر کردن و قدرت تخریب نشون میده که اصلا امکان نداره کار اسرائیل نباشه. قدرت موشک‌های مقاومت کاملا روشنه. عین این حمله صدها بار دیگه تو غزه اتفاق افتاده. فرق این بار تجمع تو بیمارستانی بود که مردم غزه خیال می‌کردن چون اساسا بیمارستان مسیحی و زیر نظر صلیب سرخ اسرائیل بهش حمله نمی‌کنه. چهار، اینکه اسرائیل زده و هاشا می‌کنه اولین بارش نیست. شیرین ابوعاقله رو زد و تا چند ماه گردن نمی‌گرفت. محمد الدوره رو جلوی چشمای باباش کشت و گفت کار خود فلسطینیاست. 5، اصلا به جز مقاماتشون خبرنگارای اسرائیلی اذعان کردن ما زدیم. اوهاد خمو خبرنگار شبکه 12 اسرائیل دیشب موقع اخبار رسما میگه حادثه خطرناکی توی غزه در حال وقوعه. از دیشب واکنش‌های خیلی شدیدی توی کل دنیا اتفاق افتاده. اسرائیل نمیدونه چجوری گندی که زده رو جمع بکنه.